سلام، به آزادی آنلاین خوش آمدید. در حالی که این شب و روز صدها شهروند تاجیکستان میخواهند با هر راهی از روسیه به وطن برگردند، صدها کسی دیگر نیت سفر از تاجیکستان به روسیه را دارند. برخی از آنها الکی شهروندی روسیه را گرفتند، بعضی دیگر در آرزوی به دست آوردن این سند هستند. اخیراً روسیه قانون نوی تقدیم شهروندیش را به خارجی ها تصدیق کرد. بنابراین مهلت بررسی عریضه برای قبول شهروندی روسیه از 6 ماه پیشینه تا به 3 ماه کم کرده شد. همچنین من بعد از آنهایی که شهروند این کشور شدنی هستند، معلومات نامه درباره درآمد و یا گذاشتن امانت در بانک ها طلب کردن نمی شود. بسیاری ها در سامانه رادیوی آزادی به این سوال پاسخ جستند که روسیه با این کارش چی می خواهد؟ حل بحران دموگرافی یا تقویت حضورش در کشورهای پساشوروی از جمله تاجیکستان؟ خواننده با نام شهناز نوشته است دیگر چه هدف داشته می تواند؟ در آینده روشاد به مسائل داخلی تاجیکستان دخالت می کند. بهانه تیار، شهروندانم در تاجیکستان بسیارند. نفر به ذکر نامش گفته است روسیه می خواهد از حساب شهروندان جمهوری های آسیای میانه مشکل دموگرافیش را حل کند. و عین زمان باور دارد این حالت به طور اتوماتیک جمهوری های آسیای میانه را پایبند سیاست کرمل می گرداند. نگرانی برخی از شهرنویسان از آن است که روسیه بیشتر به شخصان تحصیل کرده و متخصصان به آسانی شهروندی می دهد و این حالت به فرار به اصطلاح مغزها از تاجیکستان سبب می گردد. کاربر با نام خورشید در سامانه رادیوی آزادی می نویسد به روسیه شخصانی بیسواد و ده مرده در کار نیست. آنها گلچین کرده و شهروندی روسیه را می دهند. شخص با نام ناظر می گوید اگر روسیه تقدیم شهروندیش را باز هم ساده تر کند، تاجیکان و ازبک های سینشان از 18 تا 50 ساله بیشتر به روسیه خواهند رفت و کشور قوه اساسی و سازنده را از دست می دهد. و چنین نوشته است بعد 10-15 سال در وطن اساساً نفقه خوران خواهند ماند. این فاجعه است و باید پیش راه آن را گرفت. ایده دیگر از نظرنویسان میگویند مردم از خرسندی کشور را ترک نمی کنند، بلکه میخواهند به این وسیله حضور امن خود را در روسیه تأمین کنند و هم از امتیازهای آن کشور بهره برند. به قول کاربر با نام اسفر حقیقت، به سبب در ساحه های تندرستی و بانک و ساختمان قدر نکردن متخصصان، بسیاری از آنها از تاجیکستان می روند. مقامات تاجیکستان همواره فراری به اصطلاح مغزها را از کشور رد کرده و گفتند مهاجرت مشکل تنها این کشور آسیای مرکزی نیست، بلکه یک مشکل جهانی است. این بحث هنوز هم ادامه دارد و اگر تا حال نظر خود را نگفتید، حتما به سامانه رادیوی آزادی وارد شوید و در آنجا نویسید یا که در نوار ثبت کرده و به ما فرستید به این شماره ای که میبینید، به هر راهی که خواستید، با ایمو و تلگرام و یا واتساپ و وایبر. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.